سال گذشته کارخانه متالورژی شرکت صنعتی کوهی تاجیکستان و چین از فعالیت باز مانده است. این شرکت با استخراج 50,000 تن سرب در یک سال از عظیمترین کارخانه صنعتی در شمال تاجیکستان و در حدود شهر استقلال جایگیر شده است. هرچند اسم شرکت از نام تاجیکستان و چین عبارت است، اما در اصل بنابر اطلاع کمیته انداز آن به شهروند چین خوان زنچون تعلق دارد. مشکلی که امروز روبروی کارخانه مشترک گفته ایستاده پیش از همه پنجشنبه سال 2020 پنجشنبه همه بیماری کووید 19 دویمش مسئله لوجستیکا حل کردن مسئله برآوردن کنسنتراتور سوم مسئلهش نرخ نوعی که در بازار جهانی پخش شده است نسبت محصولات آنها استحصال میکنندگی و معلوم است که یگان مثال صاحبکار امروز زیان خودش به کار نمیکند. این کارخانه آخر سال 2017 با اشتراک رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به استفاده داده شد و در آن زمان 600 نفر ساکنان محلی با کار فرا گرفته شده بود. ولی حالا کمی بیش از 200 نفر کارگران محلی و 50 نفر چینی ها طریق فاصلوی فعالیت میبرند و قسمی از ماهانه خود را دریافت میکنند. قرار بود در نزد آن باز 4 کارگاه صنعتی دیگر و باغچه بچگانه و راه نقلیاتی ساخته میشد، ولی به گفته شهرداری تا حال این عهدهداری ها از جانب چینی ها اجرا نشده است. حتی پیش از پهنشوی همهگیری کرونا ویروس چند مدت با معماهای دیگر همین کارخانه نیز کار نکرد. مشکلات کارخانه داشت وابسته به آب تامین کنی حل شده است. با خط گاز مشکلی داشت حل شده است از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت حکومت جمهوری همه مسائلی که وابسته به طرف تاجیکستان بود حل کرده است. اینجا بعضی کارخانه‌هایی که وابسته به لوجستیکی و با منیجمنت خود کارخانه است ما همه رو چنانی که من گفتم محترم وزیر صنعت وقتی که اومدن قریب 3 ساعت گفتگو کردن با رهبری کارخانه معلوم شد بررسی کرده استادان اگر وعده‌شون وفا کنند انا ماه اپریل مرحله دوم کارخانه باید شود و تا آخر سال مرحله سومش مرحله نهاییش و قریب تا 1000 نفر جای کاری میشه. از کار باز ماندن کلانترین کارخانه استخراج سرب در شمال کشور سال گذشته یگانه مشکل کارگران چینی نبود. ماه می نیز شمار زیاد چینی ها در شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین به سبب ماها نگرفتن حق مزد خود اعتراض دست جمعی داشتند. در آن شرکت بیش از 1000 مهاجران کاری چین کار میکنند. ساکنان استقلال تقریبا 19,000 نفر است و این کارخانه متالورژی غیر از مهاجران مهنتی در روسیه بوده یکی از جایهای اساسی کاری آنهاست. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استقلال.